چطور اومدیم امروز که ایونت جدیدی که به بازی اضافه شده رو توضیح بدیم. این ایونت خیلی ایونت خوبیه با جایزه های نفیس. این بچه ها شما با گرفتن آیتم میتونید این لول رو ببرید بالا. مثلا الان من اینجا 10 تا چی دارم؟ 10 تا چیه؟ هم گانو میگه. آره 10 تا گان دارم، 27 تا متیکو. با اینجوری لیول میره بالا با پوینتایی که باید به دست بیاریم. خب حالا مثلا شما میگه جعبه طلایی که به بازی میاد، مثلا چند تا آیتم میگیر، با این آیتم ها لیول میره بالا. حالا جوایز یکی نیمچه، 2 تا نیمچه، از اونا شون بدم. اینجوری میریم بالا بهتر. یه کارت آیدی، یه نیمچه متریال، یه دونه این، یه دونه نیمچه دوباره دیگه، دوباره یه دونه این چیه؟ این هم هست، نمیدونم چیه این چیه؟ ازش هم تایتله. دوباره 35 دوباره جم. اینا رو من کالکت کردم. 39 40 43 این. بعد دوباره شما به لول 47 2 تا از اینا میگیرید. بعد دوباره به لول 56 3 تا از اینا میگیرید. لول 59 یه متریال. دوباره لول بالا دیگه از اون آیتم های دیگه، تایتل و قاب و پروفایل و از اینجور چیزا. خیلی مد پسند و خفنیه.